او عبدالرحمن فاتح نافاتح که در حق ما و در حق استادمون تهمت ها زده است و بیادبی ها کرده است. انشالله کمی بگذاریم، یعنی انشاءالله جوابش بیتیم، زیرا که بارک الله فیکم مشرکین مکه هم به خاطر شاگردانشون، به خاطر صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم را پست میزدند و غیره. این مشرک نافاتح هم همچنین یعنی کارها و تهمت های در حق استادمون کرده است. انشالله بگذاریم، یعنی جواب گفته باشیم. اخی میدینست که باشید از همون دقیقه چهارمینش گذارید. بارک الله فیکم. انشالله من خودم حضور میگذارم صحبتش و گوش میکنیم، الله خواسته باشد، و بیان میکنیم. بارک الله فیکم. جهالتش و تهمتاش در حق استادمون، حفظکم الله. بارک الله فیکم اهل توحید. الان انشالله من ویدیوش پیدا کردم، میگذاریم تو این با هم ببینیم. امروزه این جهمی های ناخلف که چندین ساله ها مسلمان ها را فریب و نیرنگ کردن و دروغ ها بستن و فکر میکنن که استادان ما اهل سنت و جماعت مثل اینها هستند. این گمراهان، بارک الله فیکم، خودشان که گمراه هستند و فریبگر و خیانتکن به دین هستند، گمان میکنند که دیگر باقی مانده طالبان اهل سنت و جماعت و علامه خراسان هم علی خصوص استاد ما مثل این دروغگوی کذاب دروغگو است. و حاضر گوش میکنیم و بیان میکنیم و خودتان انشاءالله میبینید. بارک الله فیکم. متاسفانه از شخصی مانند آقای مدنی ما چندین بار این مسئله را دیدیم، حتی در دوستانی که با او دوست بودن، وقتی که نقد بر او کردن یا در مسائل با هم اختلاف کردن، اصلا از حد خارج شد، چرا که صفتش هست. بارک الله فیکم. این یا که در دوام همین صحبتش میگوید و یا که پیشتر از این میگوید و میگوید که این گمراه مکار دروغگو میگوید که من یعنی صحبت های شیخ ابو محمد مدنی حفظ الله علامه خراسان پیگیری نمی کنم و یکی شنیده هستم. اما امروز در اینجا گفته استاده است که اینکه دروغگو فقط خطا میکند در صحبتش، حافظش که درست نیست این تهمتگار. و در اینجا گفته استاده است که یعنی با یعنی برادرهایش هم در مسئله اختلاف میگد، گویا که بعد اختلاف هر سخنها گفت. بارک الله فیکم. جواب به این گمنام عبدالرحمن نافاتح این است که برادری ما در اساس قرآن و سنت است و هر کسی که از دایره اسلام خارج شد با او معامله کفری کرده می شود، معامله که یعنی با کفرها کرده می شود، اگرچه او در اول با ما مسلمان با ما برادر بود. بارک الله فیکم. چگونه که آنهایی که مانع زکات بودن کافر شدن و ابوبکر صدیق آنها را تکفیر کردند، با آنها جنگیدند، زنهایشان را غنیمه گرفتند و خودشان را از مدینه منوره از شهرهایشان راندند. بارک الله فیکم. زیرا که
در مسئله اعتقاد، در مسئله توحید و کفر و شرک بین مسلمان و کافر جدایی است و یگان مسلمان حق ندارد که پایش را به دایره کفر و شرک بگذارد. بارک الله فیکم. و الله سبحانه و تعالی همگیتون را حفظ بکنه. و دوم چیز این است که استاد ما اگر در مسئله های فروعاتی با کسی اختلاف نظر داشته باشند، در حق او یگان بار چیزی نگفتن. حتی در حق همین مثل این فاتح نافاتح مشرکین و امثال این، اگر در مسئله های فقهی و فروعاتی، در مسئله های اجتهادی اگر اختلاف نظر داشته باشند چیزی نگفتن. فقط با هر کسی اگر ضدیتی کردن و هر کسی رو که تکفیر کردن در اساس اصل دین، در اساس اجماع و در اساسی که قرآن و سنت تکفیر کرده است و علمای اهل سنت و جماعت تکفیر کردند. و این ناخلف، این دروغگوی کذاب دروغ میگوید و این گونه نشان میدهد که گویا که استاد ما در همه مسائل اگر با استاد ما کسی اختلاف نظر داشته باشد یعنی با او بحث میکنند و غیره. بارک الله فیکم. و این در این صحبتش یک سخن رو مثل توتی تکرار کردن میگیرد، تکرار کردن میگیرد و میگوید که با عربی یعنی تحقیر و غیره صحبتها را میکند. تحقیر و دشنام میگوید، در حالی که شیخ ما استاد ما بجوز حکم الله تطبیق کردن چیزی نگفتن. اینها از حکم الله مشرکین مشرک گفتن بدشان میاد و انا همین مشرکین مشرک گفتن رو اینها برای مردم چی نشان داده استادن؟ گویا که بی‌ادبی است، گویا که این سخنهای درست نیست و زیرا که این ناخلف، این گمنام به قرآن و سنتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردن کافر شده است. از همین لحاظ درجه تکفیر درجه اصلی دین رو نمیداند. بارک الله فیکم. انشاءالله دوامش رو گوش میکنیم. استفانه الله هدایتت بکنه. به هر ترتیب صحبتایش رو میشنویم و من تعجب میکنم، یعنی ایشان فکر میکنه که شاید به این نتیجه رسیده، واقعا فکر نمیکنه بلکه به این نتیجه شاید رسیده که شاگردانش و کسانی که حرفایش را دنبال میکنن تحقیق نمیکنن. خلاص همین هرچی که ایشان گفت حرف تمامه و شما متوجه خواهید شد که متاسفانه چقدر دروغ میگه و چقدر تهمت میبنده و اصلا هیچ کسی نیست که جلوش رو بگیره که تو چی میگی. یعنی بعض حرفای بی ربط و حرفهایی که اصلا هیچ ربطی به اصل مسئله نداره. به هر ترتیب میرویم. بارک الله فیکم. این گمنام اون چیزی که اون خیانتی که و اون برداشتی که خودش در حق برادرهایش دارد به استاد ما آورده چسبانده ایستاده است. این گمنام میگوید که گویا که از نام استاد ما گپ میزند و میگوید که این فکر میکند که بارک الله فیکم، این فکر میکند که از نام استاد ما گپ زده ایستاده است که شاگردهایش این را تحقیق نمیکنند و دومین این چیز میگه که نه بلکه فکر نمیکند و بلکه معتقد است که تحقیق نمیکنند. به این گمنام بنده میگم که اولا استاد ما وقتی که درس میکند هر دلیلی که ذکر میکنند کتابش را ذکر میکنند و دلیل از فهم کدام علما صحبت کرده ایستادن، از کجا گرفتن ذکر میکنند و این شما هستین و امثال این نوفاته و دیگر امثالت هستی که شاگردات
نمیداند که شما از کجا صحبت میکنید، با کدام دلیل صحبت میکنید، زیرا که نه خود شما، نه خود همین عبدالرحمن فاتح و نه شاگردهایش یگانتش جرأت ندارد که نه با خود استاد ما ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان، نه با شاگردهایش صحبت بکند. اما الحمدلله هر یک شاگرد ابو محمد مدنی با خود این گمنام و با شاگرداش همه وقت تیار است که بارک الله فیکم در اساس قرآن و سنت صحبت بکند و کفریات و شرکیات و گمراهیشان رو بیان بکنیم. الحمدلله به این تیار هستیم. اگر استاد ما برای ما حق نمی گفت و ما را، یعنی اون سخنهایی که در اساس قرآن و سنت نمی گفتش رو، مدرکش رو از کجا گفته است و از نمیداد، ما تیار نمیشدیم به اینکه بر مقابل این جهمی های زمانه صحبت کردن به تیار نمیشدیم. ما الحمدلله تیار هستیم. این گواهی آن را میدهد که استاد ما را برای خیر راهنمایی کرده است و آن گمانهای را که تو در حق استاد ما میچسبانی این دروغ است و خودش شب و روز خون جگر می شود که بخوانید، ببینید، چندین بارها گوش بکنید، بی‌پرواگی نکنید. شب و روز سخنش این است و این الحمدلله این یک نعمت الله است. و با این سخنش این تمام موحدین، تمام مسلمان هایی که از تاجیکستان و افغانستان و از ایران و از روس زبان هایی که استاد ما را گوش میکنند، این گفتنی است که اینها یگان بی عقل هستند و غیر است. الحمدلله الحمدلله ما هر یک چیزی که استادمان گفت، خود استادمان تاکید میکرد که خودتون در آمده نگاه بکنید، شنیدید، فهمیدید و باز نگاه بکنید و بیاموزید. یک نعمت الله است. و تو کذاب آمده میگویی که این معتقد است که، یعنی بارک الله فیکم، اهل توحید شاگردهایش گفتگو نمیکنند و یعنی اینها فقط یعنی با گوش کردن قبول میکنند. و در یک مسئله گوش کردن هم ما الحمدلله بعضی چیزهای هست که از استادم، اکثرا چیزهای را که میگوید استادم من باور دارم که استادم دروغگو نیست، و اما شاگردای تو باور ندارد که تو راستگو هستی. و وقتی که استادم یک چیز را میگوید بعد سالها، وقتی خودم در کتاب ها میخونم اشک چشمم میریزد. اما شاگردان تو و گوش کنندگان تو مثل شاگردان ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان تیار هست که آن سخنهای که تو میگویی اثبات بکند برآمده خودش با صفحه و کتاب و رقم. ما میتونیم الحمدلله اون چیزی که استادمون به ما آموزاند ما گوش کرده فهمیدیم، ما الحمدلله میتوانیم که انا همین رو در اساس کتاب و صفحه و رقمش اثبات بکنیم. و بعضی چیزهایی که خودت میگویی و شاگردانت که تو خودت که جاهل هستی، از اصل دین با خبر نیست، یک کذاب دروغگو هستی، تو که خودت یک طاغوت پرستی بیش نیستی و طاغوت پرستی تو رو شیخ کوفته نگشتن، از پشت تو وقتم ندارن از پشت تو گشتن. و این برادرهای این شاگردهایشون که اصل دین رو، لا اله الا الله رو، کفر بالطاغوت رو، توحید رو به همه جانبش الحمدلله آموخته استودن، انا همین ها به استاد ما آورده میگن که این رو ببینید. استاد میگن این طاغوت پرست است، لشکران طاغوت رو برادر میگوید، در حالی که قرآن و سنت الله سبحانه و تعالی در قرآن فرعون و لشکرانش را تکفیر کرد.
و این گمنام لشکرهای طاغوت‌هایی که طاغوت لشکرهای عادی نه، بلکه لشکرهایی که جنگ بر علیه مسلمان ها میکنند، مسلمان ها رو قتل میکنند به خاطر دفاع طاغوت. این میگه من تکفیر کرده نمیتوانم و میگذاریم انشالله. اخی میدونست که اگر بتوانید همراه گذاشتن بگذاره. نگاه بکن الان من میگذارم این گمنام باز تحقیر تمام مسلمان ها. چگونه که حاجی مرزای گمراه، حاجی مرزای گمنام تمام مسلمان های تاجیکستان را بره گفته بود، گوسفند گفته بود و این گمنام با تحقیر میکرد. گوش بکن. و به این گمراه را دیده استادید میگوید که شاید این آوازش آمد، این چیزی که گذاشتیم برادرها، اکران ترانسلیت شد. بارک الله فیک شیخ، آوازده بود، آوازش نیست. انا ترانسلیت را اکران بکنیم چی خو میشه؟ ایمان نشده استاد است. شیخ من به شما روان اکران میکنم گذاشتن تا بله روان کنید انشالله، من میگذارم. روان کنید. بارک بارک الله فیکم. و در اینجا میگوید که یعنی تکرار کردن چیز، یعنی یک جمله ها، یعنی این حقیقت بودن نیست. میگه شاید به تکرار تو میگه این شاگرد های بیچاره هایت که تحقیق نمیکنن سخن های تو را. بارک الله فیکم باور میکنن. میگه فهمیده استودید این حاجی مرزای گمنام هم همچنین این برادرش تمام مسلمان های تاجیکستان رو گوسفند گفته بود. تو میخوای که بفهمی که آیا در حقیقت شاگردان ابو محمد مدنی تحقیق کرده است، آموخته است، این رو میخوای بفهمی؟ تو بیا با شاگردانش یک بار صحبت بکن که همون اعتقادات کفری و شرکی و جهمیت را در اساس قرآن و سنت بیانت بکن و بفهمانند و درست بدهند لا اله الا الله رو. تو پیش از این که نزد و صحبت کردن میخوای بیای نزد شاگردان ابو محمد مدنی، یک قلم و یک دفتر بیار تو که ما تو چندین وقت از کتاب نوشته شیخ ابو محمد مدنی حفظ الله علامه خراسان آموزش لا اله الا الله، تو درس لا اله الا الله بیاموزی. تو و شاگردانت و امثال تو جهمی ها، محمد انصاری، سهراب عادلیان نوعادل و تمامی عذری ها، شما لا اله الا الله را نمیدانید. بارک الله فیکم. اگر شیخ گذاشتن تو بگذاره. تمام. اکرانتون رو کشید که اکران باز است. من ترانسلیتتون باز است. سبحان الله از من نشون نداده است. انا تمام. خب حاضر میکروفون رو میزنیم و چی میکنیم؟ گم شد می شیخ. بارک الله فیکم. بله بگذاره شیخ. چی که زیاد تکرار بشه خلاص دیگه جا میفته. نه، این حرف نیست. داری خودت رو میفریبی. و شاید اون بیچاره هایی که تو را تعقیب میکنن و هیچ تحقیق نمیکنن شاید حرف تو را بپذیرن. به هر حال ادامه میدیم. این خبیث دیگه اسمه محمد انصاری حزبی. بارک الله فیکم. بله استاد ما چی چیز را تکرار میکند و این
چیز همان چیزی است که تمام رسولان 124,000 پیامبرانی که آمدن این را تکرار کردن، اگرچه در این حدیث یعنی سخنها است، بعضی علما ضعیف گفتن و غیره، اما الله میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق به تمام امتان رسولان را فرستادیم که همه آنها از نوح علیه السلام تا پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم انا همین سخن را تکرار کردند، ان اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت بکنید. و در حالی که شما جهمی ها و برادران مشرکین میگوید که کسی که بغیر الله سجده میکند، بغیر الله ذبح میکند، بغیر الله قربانی میکند، او مسلمان است. و الله میگه که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یگانه الله را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب بورزید. و تو گمنام طاغوت ها را مسلمان میگویی و لشکرهای طاغوت را چی میگویی؟ مسلمان میگویی و تکفیر کرده نمیتوانم میگویی. تکرار کردن حق این سنت الهی است که این رحم الله سبحانه و تعالی است که به بندگانش اینقدر رسولان را فرستاده است که آنها دو چیز را گفتند، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و تو بغضت میآید و بدت میآید از تکفیر کردن مشرکین، زیرا که تو میگویی اینها برادر ما هستند، و از تکفیر کردن طاغوت ها و کسانی که طاغوت ها را تکفیر نمیکنند تو بدت میآید، در حالی که الله گفت که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یگانه الله را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب بورزید. و استاد ما و خود شاگردانشون ما این رو با خرسندی این رو تکرار کردن میگیریم، زیرا که تمام رسولان این رو تکرار کردن. بارک الله فیکم. شیخ دیگر چی رو بگذاره؟ به هر ترتیب صحبتش رو میشنویم و من تعجب شیخ میکنم، هستین؟ یعنی شیخ ایشان ابو حلیمه؟ فکر میکنه که شاید به این نتیجه رسیده، اگر همون واقعا ویدیوش توی فکر بگذارید نمیکنه، از بلکه به این نتیجه شاید رسیده 8 تا که 45 دقیقه شاگردانش و بگذارید کسانی که حرفایش را و دنبال باطلاتی میکنن که دیگری که مبتلا تحقیق است ان شاء الله نمیکنن. بیان خلاص همین میکنیم هر چی که ایشان برای گفت برادرها. حرف تمامه. بارک الله فیکم. سلام علیکم. این بله نشان نداده است است چی؟ انا نشون داده. شیخ حاضر من ویدیو یوتیوبش میپرتم بگذارید، یا که همجا دویمش بگذارید شاید همجا بیان بکرد، اونجا خوبتر است. اگر از دوران یوتیوب بگذارید از 8 تا 45 دقیقه من از سلکش میپرتم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و برادرای رحمت عزیز خوب هستین؟ حالا جزای خیر تا حالا الله. ایستم. صحبت داریم اخی صبر. در مسائل برادر مخصوص برای شما است، کمک هست. همی درس همی صحبتی که همی خبیث میکنه اهمیت تن میگه که ما را دشنام نتین، اما شاگردای خودش در زیر همی ویدیو همی قدشنامای غلطانه میکنه که الله خبیث خار کند. همین مسائل هم صحبت کنیم. بارک الله فیکم. بله بارک الله فیکم. مخی جان این از مسلمان ها پوشیده نیست که این خودش هم بیاداب از شاگرداش که توحید نمیدونه، قدر مسلمان ها را از کجا میداند. شیخ انشالله من سلکی ویدیو شپرستم شما با از درون انشالله چی بگذارید از 8 تا 45 دقیقش. І назавжди, поглинаючи килимок. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. به خاطری که تو و امثال تو بیایند حالا جاهل را عذر ندند،
و او را مشرک بخوانند یا به تعبیر تو اسم مشرک بالایش بگذارند، حالا داری در حال ترمیم میشی. من تو را مشرک گفته باشم؟ ابدا نه. من در تعاملتان ببخشید، من شما را خوارج گفته باشم، بلکه در تعاملتان شما را خوارج شیخ میگویم. آوازش نیست، آواز از روز اول تا به حال من شاید بیش از 10 بار در برنامه‌های خود تأکید کرده باشم که کسی اگر در مسئله عذر به جهل با من اختلاف داشته باشه، من او را خارجی نمیگویم. بله چرا که هست. مسئله است که ما به هست برای من آواز ناماده است. آواز نبود؟ بله هست شیخ. سبحان الله. این بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و موالاه. ما بعد. السلام تعاملتان ببخشید، من شما را خوارج گفته باشم، بلکه در تعاملتان شما را خوارج میگویم. از روز اول تا به حال من شاید بیش از 10 بار در برنامه‌های خود تأکید کرده باشم که کسی اگر در مسئله عذر به جهل با من اختلاف داشته باشه، من او را خارجی نمیگویم. چرا که یک مسئله است که در بین اهل علم اختلاف است، یعنی در جزئیاتش اختلاف وجود داره، در تطبیقش اختلاف وجود داره. اهل توحید این سخناش رو اهمیت بدید. اول گفت که کسی که اختلاف داشته باشد، هم بارک الله فیکم، در این مسئله من خوارج نمیگویم. بارک الله فیکم. در حالی که آیا الله و رسولش این بزرگترین چیزی است که پیامبران رو به خاطر همین لا اله الا الله فرستاد. الله سبحانه و تعالی به خاطر اینکه به مردم بگویند که از طاغوت ها اجتناب بورزید. بارک الله فیکم. و این اما گفته ایستاده است که در این مسئله، یعنی اگر اختلاف نظر داشته باشه، من کسی رو خوارج نگفتم. این سخنهایی که حاضر میگن اخی ها. شیخ پیشتون و چیزی برآمد رو حذف کنید. بارک الله فیکم. و این سخنهای جدیدشون است، برای که اینها نوچار موندگی. اناکون در دوامش دیدید این چی گفت؟ در دوامش این گفته ایستاده است که این ناخلف دروغگو میگه که در جزئیات اصل از بین رفت. برای چی؟ برای اینکه این ردهای شدید شیخ اینها را وادار کرد که امت اجماع دارند، که اجماع امت را شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ذکر کرده، میگن که در نواقض الاسلام الاولى يوكي الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر اجماع. هر کسی که بین خودش و بین الله چیزی را واسطه میگیرد، من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم، یا که اونها را میخواند، و یسألهم الشفاعه، از آنها شفاعت میپرسد، و یتوکل علیهم، توکل میکند به آنها، مثل صوفیای قبوری، کفر اجماعا، کافر شده‌اند به اجماع تمام امت. این اجماع کفر اجماعا، اجماع همه امت که این انسان کافر است. و اینها تو عبدالرحمن نوفاته و همسالش و شاگردهایی که گمنام هستید، گمراه هستید، این استاد گمراهتون رو گوش کرده. چرا این در اینجا گفته ایستاده است که علما خلاف کردن در جزئیاتش، در تکفیر جزئیات خلاف نکردن علما. این مذهب خوارج رو ترجیح کرده ایستاده است. خوارج ها برآمده جزئیات به تکفیر میکنه، فهمیده؟ و میتواند که این قول عبدالرحمن نوفاته رو برای خودشون دلیل بگیرد که در جزئیات هم جهل عذر نیست، کافر است انسان ها و تمام امت رو تکفیر بکنه. این یک
این از سبب جهلش این راهی هست که این راه رو برای خوارج ها کشاده ایستاده است و سبب بارک الله فیکم امروز در زمان ما اگر در سلف ظهور مرجعه ها ظهور جهمی ها به خاطر این که پیش خوارج رو بگیرند و اما امروز حالت تغییر یافته است برای پیش مرجعه ها جهمی های زمانه رو مدخلی ها رو و حزبی ها رو گرفتن خوارج ظهور کرده است برای اینکه اینها خیلی سخت تفرید کردن و خوارج ها هم انسان های جوان های بی علم هم از بغض و کینه و عداوتشونه بارک الله فیکم به اینها بر ضد اینها صحبت میکنیم گفته یعنی حد گذشتن افراط کردن از حد گذشته ایستادن که نماز رو همچو علامت اسلام قبول نکرده ایستادن چگونه ای که این نوخلاف و امثال این نوخلاف و این دروغگوی کذاب و فریبگر این تهمتچی که شرک اکبر ظاهر رو همچو یعنی بارک الله فیکم نشانه مشرکی بودن قبول نکرده ایستاده است و خوارج ها هم نماز رو که از اصل دین است نماز این یک رکن ایمان است قبول نکرده ایستادن همچون نشانه اسلام این جهمی قبر پرستی را سجده به غیر الله را همچون نشانه مشرکین قبول نکرده ایستاده است و خوارج های برادرش بارک الله فیکم نماز رو عمل های ظاهری اسلام رو علال خصوص نماز رو همچون نشانه اسلام قبول نکرده ایستاده است الله اکبر هر دوش وقتی که سوال از هر دو اینها کرده می شود که قبر پرست چرا مسلمان است میگه که از قلب او با خبر نیست و خوارج رو سوال کرده می شود که چرا انسانی به نماز کافر است میگه از قلب او با خبر نیست در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من مأمور نشدم که انسان ها رو قلبش رو شکفته ببینم الله اکبر این دو طایفه گمراه و گمنام فهمیدید در سلف سبب پیدایش مرجعه اگر خوارج ها شده باشد امروز ظهور کردن خوارج ها ان همین جهمی ها شده است این جهمی ها حد تفرید گذشتن مشرکین مسلمان گفته مسلمان هایی که این مشرکی را تکفیر میکنند بارک الله فیکم خوارج و کلاب النار گفته است تو عبدالرحمن فاتح میگه که من به خاطر این مشرکینی که برادرهای تو است من به خاطر این برادرهایم تو رو خوارج نگفته استادم اگر این مسئله خلافی باشد این مسئله خلافی باشد تو اونها رو برادر میگی ما تکفیر میکنیم اونها رو اهل سنت و جماعت تکفیر میکنن تو خوارج نگوی اهل سنت و جماعت رو به خاطر تکفیر خودت استاد ما رو و شاگردانشون رو تو خوارج گفته استاده ای از این میبارد که همون برادر قبر پرست تو هم ما رو خوارج و کلاب النار میگه تو با کی برادری میکنی در قتل اونها بر علیه ما بخیزن آیا با مشرکین قبر پرست یا با اهل سنت و جماعت البته که با برادرهایت زیرا که برادرهای تو است قبر پرست برادری تو است اهل سنت و جماعت کلاب النار هستند قتل کرده شوند فهمیده استودید برادرهای این گمنامی برادر مشرکین کفر تو یکی از کفرهایت همین است که تو موالات با مشرکین نداری مشرک به چه کسی گفته میشه به کسی گفته میشد که در برابر الله چیزی رو و یا کسی رو بپرستد الله اکبر اگر توانید کمتر دیگه دوامش بگذارید گوش بکنم شیخ تمام حاضر انشاءالله
کسایی که به شیخ میخواید یعنی یگان چیز نوشتنی در حالت گذاشتن چیزها ننوشید، دیده استود که اکرانشون نمویده استود است. و تو آیت میخونیم که در اساس قرآن و سنت الله کافر گفته رو تو کافر نگفته استوده، تو تکذیب آیت های الله کرده استوده. الله در سوره قصص آیت 8 میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین. به درستی که هامان فرعون و هامان و جنود هر دو این فرعون و هامان كانوا خاطئین بودن از خطاکارها. اما مفسرین میگن که كانوا مشرکین، اینها از جمله مشرکین بودن، از جمله خود همین چی بارک الله فیکم فرعون مشرک و هامان مشرک. و اما تو میبینی امروز جنود تواغد را، در حالی که الله فرعون میگه که اذهبوا الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که فرعون طغیانگر است، طغیان کرده است. بارک الله فیکم. و تو لشکران طاغوت را برادر میخونی، تکفیر نمیکنی. و نگاه بکن این فقط لشکر طاغوت ها را نه، در حالی که الله میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، به طاغوت کفر ورزید و با الله ایمان بیارید. این به ایمان وقتی که را طاغوت پرست میگوین، در همین صحبت شیخ در صحبتشون وقتی که طاغوت پرست میگن جواب نمیدهد و نمیگوید که من طاغوت پرست نیستم، من طاغوت ها رو تکفیر میکنم، این سخن رو نمیگوید. فهمیده استاده؟ این گمراه گمنام فریبگر، این دجال زمانه، این همون شیطان هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله رخت رو کشیدن و گفتن که در بری رخت راست رخچه های کوتاه میده رو کشیدن و گفتن که در های این شیطان ها می نشیند. این شیطانی که به نام مسلمان ها رو به کفر شرک و دوست داشتن مشرکین و دوست داشتن طواغیت کشیده ایستاده است، این در این باره یگان شرح نمیده و نمیگوید که من طاغوت پرست نیستم، من طاغوت ها رو تکفیر میکنم. و شما این چندین آیت هایی که آمده از شاگردهایش درباره کفر بالطاغوت که این اصلی دین ما است، تمام پیامبران را فرستاده است. سوره نحل آیت 36 ما برای شما میگیم، سوره نحل آیت 36، سوره بقره آیت 256 257، سوره نساء آیت 59 60 که همش دلالت کننده به کفر بالطاغوت میکنند. و بارک الله فیکم اهل توحید این آیت ها رو شاگردایش ببرید و از این استاد گمنامتون بپرسید و سوره قصص آیت 8 رو از استادتون بپرسید که الله سبحانه و تعالی فرعون و هامان خودش و لشکراش تکفیر کرده است. تو با کدام دلیل لشکرهای طواغیت رو مسلمان میگویید؟ از این بپرسید. زبانتون با آب نگیرید، آدم پرستی نکنید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، گرفتن احبار و رهبانهایشان را رب جای الله، حرام الله را حلال کردن، حرام الله را حلال کردن، حلال الله حرام کردن. و این طاغوت ها را مسلمان میگوید و شما پیروی دارید، در حالی که الله امر کرده است که به شما فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، و طاغوت کفر ورزید و با الله ایمان بیاورید. و هر کسی که به طاغوت کفر نورزیده است او تصدیقش فایده نمیکند، زیرا که در قواعد اربعه شیخ محمد بن عبدالله ذکر کرده میگن که اونها مقرون مشرکین اقرار میکردن بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الحي القيوم
چی است؟ زنده و پایدار است، زنده میکناند و میمیراند، ریسک میدهد و مدبر است. ولم يدخلهم ذلك في الاسلام. و انا همین اقرارشون اونها رو به اسلام داخل نکرد. چگونه که الله سبحانه و تعالی میگه قل من يرزقكم من السماء ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. مشرکین رو داخل نکرد این کارشون. الله گفته است که از آنها بپرسی کی ریسک میتد به شما؟ میگن الله هست. کی مدبر زمین و آسمان است؟ الله هست. اقرار میکردن. کی میمیراند و کی زنده میکند؟ میگفتن الله. الله خودش میگه فقل افلا تتقون. یا تقوا پیشه نمیکنید؟ یگانه الله رو نمیپرستید؟ ریسک دهنده شما، زنده کننده و میراننده شماست. شرک آنها در چی بود؟ عبدالرحمن نوفاتح، تو به شاگردانت خودت اول بیاموز که بین ایمان تو و بین ایمان ابو جهل و شاگردانت در چی است. تو این رو بیاموز. تو گمنام خودت خیانتکار هستی و شاگردانی که حق رو میفهمند، شاگردانت که جاهل هستن، از خری خانهشون، خودت هم که جاهل هستی، شاگردات هم جاهل هستی و باز می برای طعنه میزنی. علامه خراسان شاگرداشه. و هر کسی که به این مجموعه ما میبیاید اقرار میکند که در اینجا مدرسه اهل سنت و جماعت مدرسه علم است. تو خیانتکار هستی و شاگردانت که حق رو میشنوند و مردم رو باز فریب میکنند، آنها خیانتکار هستند. انا همون شاگردان تو یک شاگردت ببرار که سخنهای تو گفته رو تحقیق کرده و در اساس تعلیم تو داده بر علیه شاگردان ابو محمد مدنی یگان دلیل آورده میتواند. چلنج گفتی؟ چی گفتی؟ انا همون سخن خودت که ما به تو میگویم و به شاگردانت بگیم که در اساس آموخته از تو چیزی که آموخت بیاید در اصل دین، در لا اله الا الله، الکفر بالطاغوت، توحید الوهیت ربوبیت و توحید متابعت و اسماء و صفات با شاگردان ابو محمد مدنی علامه خراسان صحبت بکنه. ما یقین داریم که خودت صحبت کرده نمیتونه. ما یقین داریم که در این مسائل ما اثبات میکنیم در اساس اون چیزی که استادمون آموزان، اثبات میکنیم که تو خودت یک گمراه مشرک هستی. تو را امام احمد تکفیر کردن، امام شافعی تکفیر کردن، امام مالک تکفیر کردن، امام احمد تکفیر کردن، یحیی ابن معین، علی مدنی، ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی، حرب ابن اسماعیل الکرمانی، اسحاق ابن رحوی، حسن بصری، سفیان ثوری، همه این علما اجماع دارن که من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم کفر اجماعا. و عبدالله ابن مسعود که در کوفه اوزیری ها را تکفیر کردن و ما در اساس علم کافر بودن خود را اثبات میکنیم. چه رسد به اون شاگردان گمراهت؟ او همون سخنهایی که در حق شاگردان شیخ ابو محمد مدنی روا دانستی، این همون درست میگرد به شاگردای خودت. شاگردای تو و محمد انصاری و امثالت 10 سال با شما رو گوش میکند، لا اله الا الله رو درست ترجمه کرده نمیتواند. والله کودکان رو میبیاریم که لا اله الا الله رو ترجمه میکنند، الکفر بالطاغوت به تو میآموزند و تقسیمات دین رو میآموزند و چگونه خاکسار هستند در حق موحدین و چگونه سختگیر هستند در حق کفار مشرکین قبر پرستان. تو میبیایی امروز تو ناخلف گمراه و گمنام میبیایی امروز میخوای شیخ ما رو پس بزنی و میخوای ما رو پس بزنی و خاکساری
مسلمان ها این موحدین در برابر برادرهای خودمان است، در برابر خواهرهای خودمان است که این رو الله گفت. صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شاگردانشون که ما به قرآن و سنت ایمان داریم، به پیامبرمون ایمان داریم و پیروی پیامبرمون صلی الله علیه و سلم میکنیم و به پیروی شاگردانشون میکنیم که الله گفت که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند که و کسانی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن مهربان به هم دیگر بودن و اشداء علی الکفار و سختگیر به کفار بودن. کفار کی بود؟ ابو جهل مشرک بود. چرا آنها را الله کفار گفت؟ برای اینکه آنها به الله شرک می‌ورزیدند. و اما امروز تو شرک ورزندگان رو، امروز قبر پرست ها رو برادر میگویی؟ خیانتکار ناخلف. از قرآن یک جایش، از یک جای قرآن یک آیت اثبات بکن که الله سبحانه و تعالی یک قبر پرست رو، یک سنگ پرست رو، یک انسان پرست رو مسلمان گفته باشد. یک آیت، بسیار آیت نه، یک آیت ببیار. اما آیت آوردی تو ناخلف، تو هواپرست، تفسیرش رو از پیش خودت نکن. مثل بابایت جهم بن صفوان، جعد بن درهم بابای تو است. او ناخلف هایم آیت قرآن رو میورد از پیش خودش تفسیر میکرد. فهم ابوبکر رو نگرفته بود، صدیق رضی الله عنه، فهم عمر رضی الله عنه، فهم علی رضی الله عنه رو، فهم عثمان رضی الله عنه رو بابایت جهم بن صفوان و جعد بن درهم نگرفته بود. و تو و امثال تو شما قرآن و سنت مثل بابایتان از پیش خودتون تفسیر میکنید. بیار چلنجت به ما میگیم که چلنج برای تامین است که به شاگردان ابو محمد مدنی یک آیت قرآن رو آورده بگو که در یک آیت قرآن الله سبحانه و تعالی مشرکین رو مسلمان گفته باشد، قبر پرست رو، سنگ پرست رو مسلمان گفته باشد. پیدا بکن بیار. پیدا نمیکنید. تو خیانتکاری. شاگردهایش با این سخن است. شاگردهایش پیدا بکنید یک آیت قرآن رو که الله سبحانه و تعالی در درون 6237 آیت یا 6236 آیت الله سبحانه و تعالی در یک آیت مشرکین رو مسلمان گفته باشد، با مشرکین موالات کنید گفته باشد، مشرکین جنتی گفته باشد. وقتی که مشرک قبر پرست مسلمان شد، او انسان در همون حالت قبر پرستیش بمیرد جنتی میشه. مسلمان، ما اعتقاد داریم که مسلمان ها ابدی باقی نمیماند در جهنم. در حالت شرک کردنش، در حالت قبر پرستیدنش اگر او مسلمان باشد و در همین حالت جانش رو گرفتن، ملک الموت جانش رو گرفتن، او از این باید به اعتقاد تو مسلمان بمیرد. به مثل این که یک انسانی که عرق می نوشد، در حالت عرق نوشیدنش حرام میگوید عرق رو، و در همین حالت ملک الموت جان او رو میگیرن، ما اعتقاد داریم اهل سنت و جماعت. این تو اهل سنت و جماعت نیستی، تو خبیث جهمی هستی مثل بابایت، تو قاتل مسلمان ها هستی. که ما اعتقاد داریم که انسان عرق نوش در حالت عرق نوشیدنش اگر حرام گفت عرق نو بنوشد، اگر ملک الموت او رو جانش رو بگیرند، در این حالت او انسان در مشیت الله هست. اگر الله خواست میبخشد، اگر نخواست به همون قدر نوشیدن گناهش، عرق نوشیش در جهنم عذابش میدهد و بالاخره جنتی میشود. و در اساس اعتقاد تو اگر مشرک قبر پرست مسلمان باشد، در حالت قبر پرستش بمیرد، تو باید این اعتقاد رو برای برادرهایت بگویی که برای همین شاگردانی که تو فریب کردی، انشاءالله همین شاگردانت هم میفهمند تو برای تو تف میکنند، تو خیانتکار، تو مدخلی، تو گمنام گمراه، تو جهمی زمانه، تو قاتل مسلمان ها میفهمند که تو گمراه هستی. انشاءالله میفهمند را. و تو به سوال ما جواب بده. یکم سوال ما این است که یک آیت قرآن رو پیدا بکن و بیار بگو که در ان همین آیت الله سبحانه و تعالی قبر پرست رو، سنگ پرست رو، چوب پرست رو، طاغوت پرست رو مسلمان گفته است. دوم سوال ما برای تو این است که در حالت همین قبر پرستیش اعتقادی که مسلمان است، اگر انا همون در همین حالت بمیرد، با همین
قبر پرستیش آیا اون مسلمان میمورد یا کافر میمورد؟ تو این رو جواب بده. و تو گمنام که محمد ابن عبدالوهاب اجماع امت را ذکر میکنن، اجماع تمام امت را که من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صح مذهبهم کفر اجماع. عبدالله ابن مسعود در کوفه به خاطر یک انسان گفت که همون مسلمه کذاب هم خوب بود، تمام مسجد رو از 74 روایت ها از 70 چند میاد تا 170 چند انسان میاد که همش رو تکفیر کردن. تو میگویی که عبدالله ابن مسعود کلاب النار هستند؟ هم خبیث دروغگو، هم دین فروش قاتل. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله که اجماع را از تمام امت ذکر میکنند، آیا این تمام امت امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفه، سفیان ثوری، حسن بصری، ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی و شاگردانش، امام بخاری، امام مسلم، همه اینها، ابو داود، نسائی، همه کلاب النار هستند؟ و تو جهمی ربی هادی مدخل کردی که فقط کشتن مسلمان ها و امروز حرکت داری و قتل مسلمان ها که تو خرسند هستی، خبیث تو اهل سنت و جماعت هستی، والله تو کافر هستی. اجماع تمام امت که تو کافر هستی و کسایی که تو را تصدیق میکنند و گمراه مثل خودت هستند اونها هم کافر هستند. مشرکین را برادر گفتند. شما الولا و البرا را نفهمیدید، کفر بالطاغوت را نفهمیدید، لا اله الا الله را نفهمیدید. شما بین ایمان ابو جهل و ایمان ابو بکر صدیق فرق گذاشته نمیتوانید. و شاگردان گمنامش این سوال ها را برسانید و جواب بدهید. تبسم شیطانیت رو به دیگر کس ها میکنی، به آنهایی که این 10 ساله ها فریب کردی به آنها میکنی. ما الحمدلله در اساس قرآن و سنت فهمیدیم. ما الحمدلله رب العالمین میگویم وقتی شاگردان ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان امتان محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم ما که ما امتانشان هستیم، الحمدلله رب العالمین وقتی که میگیم ما ربمون رو میشناسیم، خصوصیات های ربمون رو میشناسیم و هر کسی که در اصل دینمون خصوصیات های ربمون رو، الهمون رو که در بالای عرش است، بالا از عرش است، دست دارد و پای دارد و وجه دارد، به دیگر انسان بدید یا بگر چیز بدید، خصوصیات هایی که پرستیدن این فقط خاص الله سبحانه و تعالی است و الله برای همین بندگانش را آفریده است، کسی بدید ما این رو کافر میگیم. ما دو اله رو کسی اقرار میکند مثل تو اون رو کافر میگیم. بیا در مسئله کفر بالطاغوت صحبت بکنیم. شما ناخلف ها کی عدل کرده بودید که امروز بعضی برادرها گفته استادن که باید به همون لایف او بروید؟ شما یگان بار عدلی اهل زی رو دیده بودید که عدل میکنه، اما اهل توحید رو عدلش رو چندین بار دیدید. و تو گمنام به شاگردهایت بیا اینجا، وقت رو انتخاب کن، 3 دقیقه است 5 دقیقه است انتخاب بکن و موضوع رو معین بکن که در چی موضوع صحبت میکنی و بعد میفهمی که علم چی است، آداب چی است، عدل چی است و چگونه تو گمنام هستی، تو فریبگر هستی، تو قاتل مسلمان هستی. بعد میفهمی. و این بود پیام بنده ابو عبدالرحمن به این عبدالرحمن نوفاته بی آداب، بی تعلیم، بی تربیه، تهمت کننده در حق هزارها میلیون ها مسلمانی که در سراسر دنیا هستند. این تهمت میزند. این ناخلف اهل سنت و جماعت رو از شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم سر کرده تا زمان ما همه را خوارج و کلاب النار میگد. این جواب بنده بود و این رو ما انتظار هستیم در این مجموعه. اگر یک ذره مردیگری داشته باشد، یک ذره جرأت داشته باشد، ان شاء الله بفرمایید اینجا بیاید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.